شهید سیف الرحمن رحیمی سالنگی فرزند الحاج فیض محمد سالنگی در سال 1360 در روستای ناوچ سفلای ولسوالی سالنگ در خانواده روشنفکر چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتداییش را در لیسه پسرانه سالنگ به پایان رساند و از همان آغاز عشق خدمت در صف پلیس ملی را در دل داشت. در سال 1380 وارد اکادمی پلیس شد و پس از سپری کردن کورس مستعجل به رتبه دریم ساتنمن نایل آمد و به عنوان محصل ممتاز شناخته شد. پس از فراغت به حیث فرمانده بلوک در فرماندهی امنیه ولسوالی سالنگ گماشته شد و با پشتکار و شجاعت راه پیشرفت را پیمود. در سال 1390 به کورس ارتقای افسری معرفی گردید و به رتبه افسری ترفیع یافت. او در ولایت‌های میدان وردک و غزنی در سمت‌های مختلف خدمت کرد و بارها از سوی مقامات محلی تقدیر شد. سیف الرحمن نه تنها افسر شجاعی بود بلکه با اخلاق نیکو، صداقت و فروتنیش در میان مردم و همکارانش محبوبیت خاص داشت. او باور داشت که خدمت به مردم باید با عشق و عدالت انجام شود و هر گام زندگی انصاف را راهنمای خود می دانست. در سال 1397 بار دیگر به زادگاهش سالنگ بازگشت و به حیث قماندان بلوک امنیتی گماشته شد. در کنار وظیفه تحصیلاتش را در رشته حقوق و علوم سیاسی نیز ادامه داد، اما در 26 میزان 1399 هنگام اجرای وظیفه در مسیر گزمه امنیتی بر اثر انفجار ماین جاسازی شده از سوی دشمنان وطن جام شهادت نوشید. شهادت او اندوه بزرگ برای خانواده، مردم سالنگ و تمام هم میهنان بود. یاد و نام شهید سیف الرحمن رحیمی سالنگی به عنوان نماد صداقت، شجاعت و خدمت صادقانه در دلها جاودان خواهد ماند.